سلام و عرض ادب دوستان، وقتتون بخیر باشه. امروز در خدمتتون هستیم با یک کلیپ کوتاه در مورد تک‌بالس‌های خطا، مشابه تصویری که دارید مشاهده می‌فرمایید و بعضاً تفاسیر مختلفی ازش وجود داره. خیلی‌ها میگن فلزات با ارزش به این صورت میکنه تصویر رو و ما اینو ردش نمی‌کنیم، ولی 99% موارد طبق قواعد فنی و تجربه اینها تک‌بالس خطا هستن. یعنی یک عاملی باعث شده که اسکن شما به این حالت در بیاد. حالا ما به اون عاملش کاری نداریم. اولین موضوعی که باید یادتون باشه کنترل اسکن رو همیشه رعایت بکنید و توی کنترل اسکن قطعاً شما این تک‌بالس‌های خطا رو حذف میکنید و یکی از عواملی که ما معمولاً قبول نداریم اینه که اگر جای شما فلز دیامغناطیس داشته باشی باید در کنترل اسکن هم تکرار بشه که ما این موضوع رو اغلب موارد در اسکن‌های کنترلی یا تکرار اسکن مشاهده نمی‌کنیم. حالا فرض بفرمایید که یک کاربری کنترل اسکن انجام نداده به اشتباه، یک اسکنی داره و میخواد همین رو درستش بکنه. اینجا ما حق داریم و مجازیم که از گزینه سیگنال کارکشن استفاده بکنیم، ولی نیازی نیستش که حالا در محصولات مثلا اوکائم یا در محصولات خودمون شما از گزینه سیگنال کارکشن بیاید کل دیتا رو در واقع سیگنال کارکشن بزنید. اصلا نیازی به این کار نیست، چون فقط این نقطه و این ناحیه باعث شده که تصویر شما به هم بریزه. کافیه که خطوط کراس، یعنی همین خطوط افقی و عمودی سفید رنگ رو بیارید رو اون نقطه‌ای که قرار حذفش بکنیم دقیقاً در مرکزش بیارین، گزینه سیگنال کارکشن رو بزنید و گزینه اول انتخاب بشه و گزینه تایید رو بزنید و همونطور که می‌بینید با حذف این نقطه خطا و این پالس خطا تصویر اصلی شما از دل اون خطایی که به وجود اومده نمایان میشه، رویت میشه و میتونید ادامه کارتون رو انجام بدید. حالا اگه دوست داشتید میتونید هر چیزی که باعث این اتفاق شده و فکر میکنید میتونه تصویر شما رو به هم ریخته باشه، که همونطور که دارید میبینید اینا فلزات ریز آهنی هستن، زباله های سطحی هستن. یکی یکی این کار رو انجام بدید، میبینید که هر سری که اینا رو دارید حذف میکنید تصویرتون کاملا داره باز میشه. نگاه بکنید، من هر چیزی که احساس میکنم میتونه الان همین کفایت میکنه، ولی بازم ما ادامه میدیم تا هر چیزی که باعث میشه تصویر ما حالت به هم ریختگی و اعوجاج داشته باشه رو برطرف بکنیم. الان تصویر اصلی ما تقریبا میشه گفت که این تصویر هست، بدون که بخوایم از سیگنال کارکشن کلی استفاده کرده باشیم، تصویرمون رو تغییرات عمده‌ای توش ایجاد کرده باشیم. حالا اینجا میخوایم اینترپولیشن بزنیم یا بررسی داشته باشیم. اینجاست که تصویر اصلی ما دیده خواهد شد. این بحث تک‌بالس خطا بود که خواستم به شما توضیح بدم. سوال خیلی از دوستان بود که کجا باید استفاده بشه از سیگنال کارکشن. یکی از مواردی که میتونیم و مجازیم از سیگنال کارکشن استفاده بکنیم همچین مواردی هست. موفق و مؤید باشید.